خب عرضم به حضورتون که ببینید مواد رنگزای طبیعی رو به چند صورت میشه دسته‌بندی کرد. یکی از دسته‌بندی‌هایی که هستش مواد رنگزای گیاهی و حیوانی و معدنی. گیاهی خب اونایی که از گیاها به دست اومده، روناس و نیل و اسپرک. حیوانی فقط یه دونه رنگزای طبیعی داریم ما که همون قرمزرونه هستش. یه مواد رنگزای معدنی هستند، اونایی که از خاک استفاده بکنیم برای رنگرزی اون میشه مواد رنگزای طبیعی معدنی، مثل حالا خاک رس، زاج سیاه و زاج سبز. یعنی از زاج سیاه برای رنگرزی اگر استفاده کنید یا از زاج سبز برای رنگرزی استفاده کنید که خیلی کاربردی نداره. این دسته‌بندی ها رو تو کتابا زیاد بهش اشاره کردن. خب رنگزاهای گیاهی بیشترین کاربرد و به عنوان مواد رنگزای طبیعی دارن. خب همون مسئله که هستش، بیشتر مواد رنگزای گیاهی با احتیاج به دندانه دارن. اگه دندانه استفاده نکنیم ثباتشون مناسب نیستش. چند تا تئوری در مورد عملکرد دندانه ها گفته شده، چند تا فرضیه بگم، چند تا طی چند دوره چند تا استدلال شده. رنگرزای قدیمی میگفتن که سطح الیاف صافه، دندانه که استفاده میکنیم سطح الیاف رو گاز میزنه، خراش و خلل و فرج ایجاد میشه، بعد رنگزا راحت تر به داخل لیف نفوذ میکنه. به این ترتیب جذب رنگزا به الیاف چی میشه؟ بیشتر میشه. خب به همین دلیل اسمشو گذاشتن دندانه. این اتفاق واقعا بعضی وقتا میفته، یعنی بعضی دندانه ها سطح لیف رو در واقع آسیب میزنن، خراش ایجاد میکنن، باعث میشه رنگ بیشتری جذب میشه. اما از سوی دیگه عملکرد واقعی دندانه اینه که دندانه به عنوان یه واسطه بین لیف و رنگزا قرار میگیره و اون رنگزایی که نمیتونه مستقیما با لیف پیوند برقرار کنه متصل میشه به چی؟ دندانه. یعنی دندانه از یک طرف به لیف متصل میشه و از یک طرف به رنگزا متصل میشه. اتصالی که بین دندانه و لیف وجود داره پیوند داتیوه که یه نوع پیوند کوالانسی محکمه، و از سوی دیگه اتصالی که همون دندانه با یه رنگزا داره باز یه پیوند داتیوه که یه اتصال بسیار بسیار قوی هستش. به این ترتیب دندانه مثل یه زنجیری رنگزا رو به لیف متصل میکنه. خب. یه مسئله دیگه ای که داره، دندانه توی آب حل میشه، رنگزا هم داخل آب حل میشه. وقتی که دندانه و رنگزا با هم دیگه ترکیب میشن یه ترکیبی به وجود میاد که بهش میگن یه لاک نامحلول. کمپلکس بین دندانه و رنگزا یه لاک نامحلوله که دیگه داخل آب حل نمیشه. بنابراین وقتی که اگر دندانه وارد لیف بشه، رنگزا هم وارد لیف بشه، اونجا با هم دیگه ترکیب بشن، یه ترکیب نامحلولی ایجاد بشه، به این ترتیب ثبات بالا خواهد بود. اینا رو دارم سریع میگذرم چون اکثر اینا رو شما توی رنگرزی سنتی 1 یا سر کلاسا شنیدید و چیز جدیدی براتون نیستش. خب پس ببینید، رنگ توی آب حل میشه، دندانه داخل آب حل میشه، ولی ترکیبشون که بهش میگیم یک کمپلکس نامحلول یا یک لاک توی آب حل نمیشن، بنابراین ثباتش میره بالا. حل نشدن یک رنگزا در آب یعنی ثبات بالای اون رنگزا نسبت به شستشو، چون بعدم میشوریم توی آب حل نمیشه و از لیف خارج نمیشه. اما همونطور که اینجا براتون نوشتم، اگه رنگزا و دندانه قبل از ورود به لیف با هم ترکیب بشن و اون وقت به صورت نامحلول در بیان، میان کجا میشینن؟ روی سطح خارجی لیف میشینن. این ثبات پایینی خواهد داشت، حداقل ثبات سایشی پایینی خواهد داشت. چرا ثبات سایشی پایین خواهد بود؟ برای اینکه چیزی که روی سطح قرار داره با یه سایش از سطح شروع میکنه به چی؟ جدا شدن. بچه سوالی مشکلی هستش؟ پی دی اف رو براتون توی گروه میذارم. کلا الان نسبت به نحوه این تدریس به این صورت
اوکی هستید؟ مشکلی هستش؟ خیلی خوب، پس ادامه میدم. اما یه نقشه، در واقع دارم نقش دندانه رو میگم اینجا که حالا عملکرد دندانات و رنگرزی طبیعی. پس یکیش اینه که سطح لیف رو میتونن باعث خراش بشن، ایجاد خلل و فارج بشن. دومی به عنوان یه واسطه بین لیف و رنگزا قرار بگیرن، باعث بشن که دندانه با یه پیوند قوی به لیف متصل بشه. بعد دندانه و رنگزا، ببخشید این دومی یه ذره الان بعد گفتم، به عنوان واسطه قرار بگیرن، باعث بشن که رنگزا به لیف متصل بشه. خب این اگه بخوام مورد 2 رو با شکل بهتون نشون بدم، یه همچین حالتی پیش میاد. فرض کنید که این لیف پشمه. خب لیف پشم هر وقت خواستیم نشون بدیم بچه‌ها باید روی سطح خارجی چیشو نشون بدیم؟ فلساشو نشون بدیم. یه چیزایی داره مثل پولک ماهی. خب این یه رنگزا هستش که حالا میتونه رنگش هم زرد باشه واقعا. خب که به لیف نمیتونه پیوند برقرار کنه، گروهی که لازم داره برای پیوند به لیف وجود نداره. فرض کنید که اینم یک دندانه هستش. دندانه ها نسبت به رنگزا خیلی خیلی چی هستن؟ کوچیکتر هستن. خب رنگزا نمیتونه به لیف اینجا چی بشه؟ متصل بشه. این دندانه ما یه گروه هایی روش داره خب که میتونه به وسیله اینها هم به لیف متصل بشه هم به رنگزا متصل بشه. پس دندانه چه اتفاقی میفته؟ میاد متصل میشه به لیف. رنگزا چه اتفاقی میفته؟ میاد متصل میشه به چی؟ دندانه. خب به این صورت رنگزا از طریق دندانه متصل شده به چی؟ به لیف و یک اتصال محکمی به وجود اومده بین کی و کی؟ بین رنگزا و لیف. اما واسطه کی اینجا؟ واسطه دندانه هستش. درست شد؟ این یه حالت. حالت دوم همون بود که خدمتون عرض کردم. دندانه در آب داره چی میشه؟ حل میشه. این دندانه. رنگزا هم در داخل آب داره حل میشه. اگر این اتفاق بیفته، دندانه بره داخل لیف، رنگزا هم بیاد داخل لیف و دندانه چی بشه؟ ترکیب بشه. این ترکیب نامحلول هستش دیگه. این به بعد در اثر شستشو با آب اینها خارج نمیشن، چون یه ترکیب چی شدن؟ نامحلول شدن. حالت دیگه ای که میتونست اتفاق بیفته اینه که این اتفاق خدای نکرده بیرون بیفته، یعنی این دوتا اینجا با هم دیگه ترکیب بشن. وقتی که نامحلول میشن یه ترکیب آبگریز، یعنی آب و دوست ندارن. سطح خارجی پشم بچه آبگریزه. اینها میان کجا قرار میگیرن؟ روی سطح لیف قرار میگیرن، یعنی داخل نمیرن. روی سطح لیف یعنی ثبات نسبت به شستشو و نسبت به سایش کمه، چون در معرض شستشو و سایش قرار دارن نسبت به وقتی که به داخل چی رفته باشن؟ لیف رفته باشن. خب این تا اینجا. دندانه ها همونطوری که میدونید باعث میشن که سوال نیستش. دندانه ها سوالی داشتید اینجا بنویسید، مشکل نیستش.
دندانه ها از سوی دیگه اینه که یه رنگزا با دندانه ها مختلف میتونه فارم های مختلفی بده. اینو قبلا میدونستید. مثلا همین اسپرک با مس یه فامی میده، با کروم یه فامی میده، با زاج سفید یه فامی میده، با زاج سیاه مثلا میره تو فام تیره، کلا سیاه میشه، مثلا خاکستری سیاه. و از سوی دیگه گفته که استفاده از دندونه توی برخی از مواد رنگزا مثل اسپرک باعث افزایش جذب میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این رنگزا همینطوری خودش تمایلی به جذب شدن به این لیف نداره، اما تمایل جذب شدن به این دندانه رو داره. دندانه میاد به لیف، باعث میشه که رنگزای بیشتری جذب لیف بشه. علاوه بر اینکه ثبات رو داره زیاد میکنه، باعث میشه مقدار جذب رنگزا هم افزایش پیدا کنه. مهمترین رنگزایی که نسبت به جذب شدن به لیف مشکل داره اسپرکه. اسپرک اگه دندانه‌ای در کار نباشه تقریبا جذب لیف پشم نمیشه، یعنی حتما احتیاج به دندانه داره. خب پس یکی از عملکردهای دندانه اینه که تو برخی از مواد رنگزا باعث افزایش میزان جذب رنگزا میشه. همیشه اینطور نیست. مثلا روناس خودش جذب میشه. برای مدل محلول چجوری کنترل کنیم رنگزا رو؟ اوکی. خب ببینید این اتفاقی که صحبتش شد اینه که چی کار کنیم که اینا برن داخل لیف، این اتفاق براشون بیفته. ببینید اگر روش رنگرزی همزمان باشه، فرض کنید که این الان چی هستش، اینا داخل چی هستن، این حمام رنگرزی هستش، این حمام رنگرزیه که این اتفاق داره میفته و اینم لیف پشم هستش. لیف پشم هم میتونیم با یه همچین رنگی نشونش بدیم. خب اگر توی حمام رنگرزی دندانه و رنگزا کنار همدیگه باشن، ناخواسته اینها شروع میکنن به ترکیب شدن به همدیگه، چون به همدیگه تمایل دارن. برای اینکه این اتفاق کمتر بیفته باید چیکار کنیم بچه ها؟ باید بیایم روشمون رو پیش دندانه بکنیم یا پس دندانه بکنیم. بعضی رنگزا پس دندانه میشه، بعضی ها پس دندانه نمیشه. توی روش پیش دندانه یعنی اول رنگزا در کار نیستش، رنگزا هنوز به حمام رنگرزی اضافه نشده، بیرون هسته، دندانه اضافه شده، دندانه میاد جذب میشه میره داخل لیف. تو مرحله بعدی حالا ما میایم چی اضافه میکنیم؟ رنگزا رو اضافه میکنیم، رنگزا میره داخل لیف باهاش ترکیب میشه. اما اگه روش همزمان باشه، یعنی این دوتا توی حمام باشن، ممکنه بعضیاشون قبل از اینکه برن داخل لیف با هم دیگه چی بشن؟ ترکیب بشن. توجه کردید؟ خواهش میکنم. خب اما مورد ششم چیز جالبیه که عمل دندانه دادن سبب ایجاد کمپلکس بین دندانه و مولکول میشه. کمپلکس یعنی یه ترکیب بزرگ و پیچیده، یه ترکیب بزرگ. خب باعث میشه که بین دندانه و مولکول رنگ یه ترکیب جدیدی به وجود بیاد که مولکول حجیمی از ماده رنگزا داخل لیف تشکیل میشه که نمیشه دیگه به راحتی خارج بشه. یعنی چی؟ ببینید سطح لیف یه سری منافذ داره. خب مثلا یه منفذ داره به یه اندازه. خب خود لیف هم شکلش حالا یه ذره بزرگترش میکنم. این داخل چی هستش؟ لیف هستش فرض کنید. یه منفذی وجود داره که الان مولکول دندانه میتونه چی بشه؟ از اینجا داخل لیف بشه. رنگزا هم میتونه چی بشه؟ از این منفذ داخل لیف بره. وقتی که گرم میشه حمام رنگرزی، این منافذ باز میشن، اینها میرن داخل لیف. اینجا با هم دیگه چی میشن؟ ترکیب میشن. خب همون مسئله که هستش میگه که چه اتفاقی میفته؟ تو حمام رنگرزی ما یه دونه مولکول رنگ نداریم، تعداد زیادی مولکول رنگ داریم. خب مولکول ها که میرن داخل لیف
به یه دونه دندانه معمولا حداقل 2 تا مولکول رنگزا میتونه چی بشه؟ متصل بشه. یکی، اینم 2 تا. حالا یه ترکیب بزرگی به وجود اومده که همه اینا به هم دیگه وصلن، یه دونه دندانه با 2 تا مولکول رنگ. دیگه اینها نمیتونن از منفذ لیف خارج بشن. یه مولکول بزرگی به وجود اومده باعث میشه که این ثبات افزایش پیدا کنه، یعنی دیگه این مولکول چون بزرگ شده اینجا نمیتونه خارج شه. قبلا اینها هر کدوم جدا جدا وارد شدن داخل لیف هم دیگه چی شدن؟ متصل شدن. پس این عملکرد ششم هستش که عمل دندونه دادن سبب ایجاد کمپلکس بین دندانه و مولکول رنگ میشه که در نتیجه مولکول بزرگی از ماده رنگزا و دندانه در داخل لیف تشکیل میشه که به راحتی نمیتونه در اثر شستشو از منافذ لیف خارج بشه یا در اثر نور تخریب شود، که اینو زیاد جالب نمیشه بگی، ولی آره میگه حالا چون بزرگ شده حساسیتش نسبت به نور هم کمتر میشه. حتی اگر شما در نظر بگیرید که به یه دندانه یه مولکول رنگ هم بچسبه، حتی خود این هم خارج شدنش از لیف دیگه سخت‌تر میشه بعد از اینکه اینها به هم دیگه چی شدن؟ متصل شدن. خب دوباره اومده اینو صحبت کرده، گفته دندانه های نباتی. نباتی همون دندانه های گیاهی. نبات همون گیاه به اسم عربیش میشه نبات. میگه که بعضی از اینها گیاهایی هستن که دارای مواد مازوج به تانون میگن چی؟ مازوج. خب حالا این اصطلاحاتی که خیلی توی کتابا میاد، ولی اگه بخوایم دقیقش سرچ کنیم، مثلا میخوام ببینم مازوج چی هستش. خب این که هیچی، مازوج. تو این صفحه چیز جالبی پیدا نکردیم. گیاهی درختی و جنگلی که چوب سخت دارد، میوه آن خوراکی است. حشره ای است که به درخت مازون نیش میزنه. خب و توی نیشش مازوج داره. خب متاسفانه الان چیزی که به در رو مخوره هنو پیدا نکردم. بهتره که بزنم مازوج رنگرزی ببینم چیزی پیدا میشه. ببینید مواد گیاهی که مازوج دارن یه اصطلاحی هستش، یه ترکیبیه که به قول معروف تلخ و گسه، بهش میگن مازوج. توی سری از مواد وجود داره. حالا اینجا الان باز توضیح خوبی در موردش پیدا نکردم. حالا اگه شما فرصت کردید پیدا کردید خوب میشه بعدا. خب مازوج، مواد مازوجی رنگ رو کدر میکنن. خب قبلا اینا رو به عنوان دندانه استفاده میکردن. به اصطلاح میگن ترکیبات پلیفنولی هستن. پلیفنولی یعنی ترکیباتی که تعداد زیادی گروه چی دارن؟ OH دارن. ترکیباتی که تعداد زیادی گروه چی دارن؟ OH دارن. به این ترکیبات میگن ترکیبات چی؟ پلیفنولی. فنول اگه یادتون باشه یه ترکیبی بودش که گروه چی داشت؟ OH داشتش توی شیمی. این فنوله. خب پلیفنول
یعنی یه ترکیبی هستش که چی؟ پلیفنوله. تعداد زیادی چی دارن؟ گروه چی داره؟ OH داره. اینا چیزایی هستش که مثلا توی چای هستش، پلیفنول هایی که داخل چای هستن. ترکیبات مازوجه یا همون تانون های همچین ساختاری دارن. به وسیله این OH از یک طرف وصل میشن به رنگزا، از یک طرف وصل میشن به چی؟ به لیف. خب این ترکیب پلیفنولی، اینم یه ترکیب چی هستش؟ پلیفنولی. خب عرضم به حضورتون که به اینا میگن دندانه های گیاهی. خب دندانه های گیاهی یا دندانه های حالا نباتی نوشته. یه نمونه ای از این ترکیبات پلیفنولی، ترکیبات خیلی مهمش چی هستن؟ سماق هلیلس، پوست پسته، پوست انار یا پوست گردو هم همینطور. اینها ترکیباتی هستن که بهشون میگن ترکیبات پلیفنولی یا تانوندار. خب تانون یا مازوج توی برخی گیاها یافت میشه. یه تعدادی از اسامیشون اینجا نوشتم. گفته که ترکیب هایی هستن با ساختارهای بزرگ و پیچیده. همونطوری که توی اینجا دیدید ساختارهاشون خیلی بزرگه. این یه نمونه یه ترکیب پلیفنولیه، یه ساختار بسیار بزرگ و پیچیده داره. خب به عنوان مثال گفته تو این شکل یک الاجیک اسیدو که یه دونه ترکیب پلیفنولی هستش آوردم براتون که در پوست چی وجود داره؟ تو پوست انار وجود داره. همونطور که اینجا میبینید دو تا حلقه بنزنی که هر یک دو تا گروه هیدروکسیل دارن وجود داره. این یه حلقه بنزن مثلا، این هم یه دونه حلقه بنزنی دیگه. اینا دو تا گروه چی دارن؟ هیدروکسیل دارن، یعنی گروه چی دارن؟ OH دارن. این نمونه ترکیب پلیفنولی، دو تا حلقه بنزن، یه دونه این بره یه دونه این بره. خیلی حالا اینا سخت نیست، یعنی خیلی مهم نیستش، خیلی سخت نگیرید به خودتون. خب گروه های هیدروکسیل یا OH خاصیت اسیدی چی دارن؟ ضعیفی دارن. اسید ماده‌ای که از خودش چی آزاد میکرد؟ H مثبت آزاد میکنه. اینا رو وقتی داخل آب میریزیم، این ترکیبات تانوندا رو، به خاطر اینکه از خودشون هاش مثبت آزاد میکنن موجب میشن که pH محیط اسیدی بشه. به خاطر همین اسم این ترکیب رو گذاشتن چی؟ الاجیک اسید. البته اسید بسیار بسیار ضعیفی هستن ولی شما پوست انار رو داخل آب بریزید میبینید pHش میشه حدود 4 الی 5. یعنی خودش pHش زیر 7. پس محیط رو چیکار کرده؟ اسیدی کرده. یه نمونه از این ترکیبات اسمش پونیکا لاگینه که جزء اصلی پوست اناره. لازم نیست اینا رو شکلاش رو حفظ کنید، ولی این ترکیبی که داخل پوست انار هستش. ببینید تعداد زیادی گروه چی دارن؟ OH دارن. اینها داخل آب به محلول رو به صورت اسیدی در میارن و نقش دندانه هم دارن. از یک طرف وصل میشن به رنگزا، از یک طرف میتونن وصل بشن به لیف. خب تو این ترکیب گفته 6 تا حلقه بنزنی دیده میشه که هر یک حداقل 2 گروه هیدروکسیل دارن. این یه حلقه بنزنی، یکی، 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا که هر کدومشون حداقل حالا یکی، 2 تا، 3 تا گروه بنزنی داره. ایشون 2 تا داره، این یکی 3 تا گروه بنزنی داره. خب گفتم که اینجا 2 تا گروه هیدروکسیل روی یه حلقه بنزنی کنار هم دیگه باشن، این یه حلقه 2 تا گروه چی هستن؟ کنار هم دیگه هستن. اگه یکیشون اینجا باشه یکیشون اینجا، اینا کنار هم دیگه نیستن، بینشون این خالی باشه یه دونه، یعنی بینش چی باشه؟ فاصله باشه. میگم که هر وقت این دوتا اوهاش روی حلقه کنار هم دیگه باشن، مثل اینجا، مثل اینجا، مثل اینجا، مثل این دوتا. خب اگه اینطور باشه خاصیت آنتی اکسیدان، یعنی جلوی اکسید شدن رو میگیره. موادی که خاصیت آنتی اکسیدان دارن جلوی فساد سایر مواد رو میگیرن، خراب شدن رو میگیرن، مانع از اکسید شدن مواد میشن. خب به عنوان مثلا میگم باعث افزایش عمر میشن، چون جلوی اکسید شدن سلولای بدن رو میگیرن. از سوی دیگه میگه این گروه های هیدروکسیل میتونن باعث بشن که با لیف پیوند برقرار بشه. به همین دلیل رنگزاهای تانوندار احتیاجی به استفاده از دندانه درشون نیستش، چون به وسیله همین بین لیف و بین
رنگزا قرار میگیرن که خودشون میتونن به لیف متصل بشن. اگر گیاه تانوندار به عنوان دندانه میگه استفاده بشه، میتونه به عنوان یه واسطه بین رنگزا و لیف پیوند برقرار کنه. یعنی بیایم مثلا پوست انا رو بریزیم که باهاش بتونیم چیکار کنیم؟ اسپرک رو رنگ کنیم. این موضوع پایان نامه یکی از دانشجویان بود که از پوست پسته اومده بود به عنوان دندانه توی رنگرزی با رنگزاهایی که دندانه احتیاج دارن استفاده کرده بود. خانم فامیلیشون هم یادم نیستش چون با استاد ابوالحسنی همچین پایان نامه‌ای رو داشتن. دوست خانم حسینی بودن، حالا یادم نیست فامیلیشون، نمیدونم چرا یادم رفته. خب یه سری دیگه دندونه داریم. پس یه دسته قدیمی از دندانه ها چی بودن؟ دندانه های گیاهی بودن. بعد از دندانه های گیاهی به تدریج دندانه های معدنی اومدن، مثلا همین مس، کوبالت، کروم، آهن، آلومینیوم. اینها املاح فلزات قابل حل در آب هستن. املاح فلزات، املاح یعنی چی؟ یعنی نمک های فلزی. نمک فلزی یعنی نمکی که داخلش چی داره؟ فلز داره. چه فلزاتی به عنوان دندانه هستن؟ مثلا اونایی که ما خیلی میشناسیم ازشون استفاده کردیم پایینتر آورده شده، یکیش مس بوده، یکیش کروم بوده که نمک مس، سولفات مس، نمک کروم یعنی اون ماده که تو آب حل میکنیم از خودش دندانه کروم آزاد میکنه، دیکرومات پتاسیمه که اینجا نوشتم بیکرومات پتاسیم. سولفات آهنه که به عنوان دندانه آهن استفاده میشه. سولفات مضاعف آلومینیوم پتاسیمی که به عنوان زاج سفید میشناسیمش. کلورید قلعه که به عنوان دندانه قلع میشناسیم. سولفات رویه به عنوان دندانه روی. سولفات نیکل به عنوان دندانه نیکل هستش. خب مهمترینشون هم میگه بعضی اونایی هستن که ما بهشون میگیم زاج ها: زاج سفید، زاج سیاه، زاج سبز. زاج سفید که اسمشو نوشتم، زاج سبز اسمشو نوشتم، زاج سیاه هم میشناسیم. سوال؟ خانم مظفری رو من اجازه ورود دادم، نمیدونم مشکل چیه. خب با اجازهتون ادامه میدم. این فایل ضبط شده رو برای خانم مظفری میفرستیم. فکر میکنم که متوجه بشن و هر جا ایشون یا بقیه دوستان ایرادی داشتن میتونن طریق واتساپ پیام بدن، من براشون توضیح بدم. خب 3 تا روش برای دندونه دادن داریم: روش پیش دندانه، روش پس دندانه و روش همزمان. روش پیش دندانه یه حمامی درست میکنیم که دندانه و مواد کمکی. مواد کمکی یعنی موادی که کمک میکنن به دندونه دادن. اگر در حمام دندانه صحبت میکنیم یعنی موادی که کمک میکنن به چی؟ دندانه دادن. اگه تو حمام رنگرزی اسم مواد کمکی بیاد یعنی موادی که کمک میکنن به چی؟ رنگرزی. پس روش پیش دندانه یه حمامی داریم دندانه و مواد کمکی که حالا شاید اصلا احتیاجی هم نباشه به ماده کمکی، بعضا از اسید استفاده میکنن توی حمام دندونه دادن. بعد از اینکه کالا دندونه دار شد یه حمام رنگرزی آماده میکنیم و که توش رنگزا و مواد کمکی رنگرزی هست و وارد اون میکنیم. روش پس دندانه میایم چیکار میکنیم؟ اول کالا رو توی حمام رنگرزی رنگش میکنیم، بعد توی حمام دندانه دادن دندانه دارش میکنیم. پس هر دوتا اینها 2 تا حمام رنگرزی داریم. یه دونه 2 تا حمام داریم، یکی برای دندونه دادن، یکی برای چی؟ رنگرزی. توجه کردید؟ ولی روش همزمان روشی هستش درش یه دونه حمام هستش که توش هم دندانه رو میریزیم هم رنگزا رو میریزیم. خب که نسبت به 2 تا روش دیگه سریعتر هستش، هزینه کمتری هم داره. من توی بعضی از این تحقیقاتی که دیدم انجام شده یه روشی هستش که بین روش همزمانه و حالا و روش پیش دندانی. یعنی چی؟ میان یه حمام رنگرزی درست میکنن، روش همزمان، توش دندانه رو میریزن، یه نیم ساعت که گذشت دوباره به همون حمام
حالا چیکار میکنن؟ رنگزا رو استفاده میکنن. تو روش همزمان به این صورته که دندان و رنگزا رو همون موقع با هم میرزن. اما این روشی که میگم بین اینها هستش، میتونیم اول مثلا رنگزا رو بریزیم، نیم ساعت گذشت بعد دندانه رو استفاده کنیم. این میشه بین پس دندانه و همزمان. یا اینکه اول بیایم دندانه رو بریزیم یا نیم ساعت که گذشت بعدش توی همون حمام رنگزا رو استفاده کنیم. این میشه بین پیش دندانه و روش همزمان. اگه بخوایم روش ها رو با هم دیگه مقایسه کنیم، خب چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ این قسمت رو من توضیح دارم که هدف اینه که توی رنگرزی طبیعی رنگ و دندانه برن داخل لیف، اونجا با هم دیگه چی بشن؟ ترکیب بشن. اگه قبل اینکه برن داخل لیف هم ترکیب بشن، فایده ای نداره، این مطلوب نیستش. تو روش پیش دندانه و پس دندانه خب وضعیت خوبه، چون هر دوتاشون رنگ و دندانه توی حمام ها جدا هستن و میرن داخل لیف، اونجا با هم دیگه ترکیب میشن، پس خطر ترکیب شدنشون بیرون لیف کم هستش. تو روش همزمان حسنی که داره اینه که خب توی یه مرحله است، توی یک حمام زمان کمتری و انرژی کمتری و هزینه کمتری داره. اما ثبات نسبت به روش پیش دندان و پس دندانه باید کمتر باشه، چون خیلی از این رنگزها قبل از اینکه برن داخل لیف با هم دیگه چی شدن؟ ترکیب شده. خب میگه که وقتی که رنگ و دندونه با هم ترکیب بشن یه تغییر اساسی داریم. میتونید امتحان کنید، مثلا با پوست انار یه کالا رو رنگ کنید، رنگش میشه کرم. اگه با دندونه آهن دندون دارش کنید، رنگش میشه چی؟ همون کرمه تبدیل میشه به خاکستری یا سیاه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که رنگ نهایی کی معلوم میشه؟ وقتی که دندانه هم با رنگ ترکیب بشه. خب این چی رو نشون میده؟ ما توی روش همزمان مشکلی نداریم، چون رنگ و دندانه رو با هم میریزیم، هر رنگی که میبینیم همون رنگ چی هستش؟ نهاییه. اما تو روش پس دندانه ما اول چی کار میکنیم؟ پس دندانه اول رنگ میره داخل چی؟ لیف. خب روش پس دندانه رو دارم مثال میذارم. رنگ چی میشه؟ اول میره داخل لیف، دندانه در کار نیستش، بیرونه. تو حمام فقط رنگ داریم میره داخل لیف، ما میبینیم لیفمون چی شده؟ زرد شده. جالبه که دندانه رو تو مرحله بعد توی یه حمام دیگه حالا دندانه میره داخل لیف، یهویی به خودمون میایم میبینیم که رنگ نهایی کلا چی میشه؟ عوض میشه. وقتی که رنگزا با دندانه ترکیب میشه رنگ نهایی تغییر پیدا میکنه. پس توی روش پس دندانه رنگ نهایی رو کی میبینیم؟ تو مرحله بعد از رنگ رزی میبینیم. تو روش پیش دندانه چطور؟ تو روش پیش دندانه چه اتفاقی میفته بچه ها؟ تو روش پیش دندانه هم همین هستش، اول دندانه میره چی؟ داخل لیف. ما چه رنگی رو میبینیم؟ رنگی که مربوط به دندانه هست رو میبینیم. تو مرحله بعدش که رنگ رزی میشه رنگزا میره داخل لیف، حالا ما چه رنگی رو میبینیم؟ رنگ که از ترکیب دندانه با رنگزا به وجود آمده رو میبینیم. یعنی رنگ نهایی کی مشخص میشه؟ بعد از اینکه دندانه و رنگزا برن داخل لیف. اما تو روش همزمان چطور؟ تو روش همزمان اینها با همدیگه در داخل حمام وجود دارن، با همدیگه میرن داخل، اینجا با همدیگه چی میشن؟ متصل میشن. همون لحظه ای که داریم رنگ رزی میکنیم این رنگ نهایی رو ما مشاهده میکنیم که حالا اگه بخوام رنگش کنم همون توصیه که حالا مثال در نظر گرفتم میشه. پس یه مقایسه اینها نشون میده که به دست آوردن رنگ همانندی در روش پس دندانه مشکله. یعنی تو روش پس دندانه اگه رنگ نهایی رنگ دلخواه نشده باشه دیگه نمیتونیم اونو به راحتی چیکار کنیم؟ تغییر بدیم. چرا؟ تو روش پس دندانه اول ما یه مقدار رنگزا رو ریختیم داخل، خب این روش پس دندانه است. بعدش دیگه رنگرزی تموم شده، مرحله بعد دندانه ها رو وارد کردیم. اگر
نسبت به اونی که میخوایم کم رنگتر یا پر رنگتر بشه، فقط ما با افزایش رنگزا میتونیم اونو تغییر بدیم. اما دیگه مرحله افزایش رنگزا تموم شده و بنابراین رنگ همانندی دچار مشکل میشه. حالا که بهترین روش کدومه رو الان توضیح میدیم. خب پس رنگ همانندی تو روش پس دندانه مشکله، اما تو روش پیش دندانه چطور رنگ همانندی آسونه یا سخته؟ روش پیش دندانه ما رنگزا رو هنوز استفاده نکردیم، فقط لیف رو با دندانه چیکار کردیم؟ پر کردیم. حالا میرسیم به مرحله چی؟ رنگرزی. یه دونه رنگزا اضافه میکنیم، مثلا میبینیم که فامش شده این، میبینیم این اون فامی که ما میخوایم نیستش. چاره کار چی هستش؟ چاره کار اینه که بیایم رنگزای بیشتری رو اضافه کنیم. مثلا یه مولکول رنگزای دیگه هم به این چیکار میکنیم؟ به حمام اضافه میکنیم. خب چون هنوز تو مرحله چی هستیم؟ رنگرزی هستیم، میتونیم رنگزای بیشتری رو به حمام اضافه کنیم. رنگزا که بیشتر شد، فام مثلا چی میشه؟ تیره تر میشه. میبینیم بله با افزایش رنگزا این فامی که میخوایم رو به دست آوردیم، مثلا این فام مد نظرمون باشه. پس رنگ همانندی تو روش پیش دندانه و همزمان راحت تر هستش تا روش پس دندانه. میگه که از تمام مواد رنگزا نمیشه برای روش همزمان استفاده کرد. چرا؟ چون خیلی از مواد رنگزا تمایل زیادی به ترکیب شدن به دندانه دارند. قبل اینکه بخوان داخل لیف برن با هم دیگه چی میشن؟ تشکیل کمپلکس میدن، به صورت نامحلول روی سطح بیرونی ارزم به حضورتون قرار میگیرن. خب سوالی که پرسیدن اینه که کدوم روش بهتر هستش. خب ببینید روش همزمان که میبینید که ممکنه بیرون با هم دیگه ترکیب بشن، دچار یه ترکیب نامحلول بشن و رنگ سطحی زیاد. این روش همزمان مشکلی که داره اینه. اما بین دوتا روش پیش دندانه و پس دندانه کدومشون بهتر هستش؟ برای اینکه اینو بخوام توضیح بدم، تو روش پیش دندانه چه اتفاقی میفته؟ اول کالا چی میشه؟ دندونه دار میشه. توی یه حمام کالا رو ما چیکار میکنیم؟ دندونه دار میکنیم. خب بعد میریم سراغ مرحله چی؟ مرحله رنگرزی. تو مرحله رنگرزی شروع میکنیم به چرا این دندانه میره داخل لیف بچه‌ها؟ میدونید چرا دندانه میره داخل لیف؟ یکی از دلایلی که هست اینه که توی حمام دندونه دادن، خب این حمام دندونه دادنه. توی حمام دندونه دادن غلظت دندانه خارج لیف زیاده، داخل لیف کمه. این اختلاف غلظت باعث میشه که اینها برن چی؟ به سمت داخل لیف. تا جایی میرن که اختلاف غلظت هرچی کمتر میشه مقدار جذب هم چی میشه؟ کمتر میشه. الان غلظت دندانه داخل لیف 3 تا، خارج لیف هم 3 تا. از این به بعد دیگه اینها به راحتی وارد نمیشن. یعنی دلیل نفوذ رنگزا یا دندانه به داخل لیف اختلاف غلظت رنگزا یا دندانه داخل لیف با حمام رنگرزیه. الان 3 تا بیرونه، 3 تا داخله. من حالا دارم خیلی ساده توضیح میدم. الان اینها با هم دیگه اختلاف غلظت ندارن دیگه، عمل انتقال چی میشه؟ استوب میشه، متوقف میشه. خب ما این حمام رو خالی میکنیم، حمام رو خالی کردیم. حالا حمام چی داریم آماده میکنیم؟ حمام رنگرزی. حمام رنگرزی حمامیه که توش پر چی هستش؟ رنگزا هستش. دیگه اثری از دندانه نیستش. خب این حمام رنگرزی. اتفاقی که میفته این رنگزا میخواد بره داخل لیف. توی شروع رنگرزی درجه حرارت از چند درجه شروع میکنیم؟ مثلا از 40 درجه داریم شروع میکنیم به رنگرزی. منافذ لیف کوچیکه. دما که میره بالاتر منافذ لیف شروع میکنن به چی؟ باز شدن. خب مثلا توی جوش منافذ لیف خوب باز شده. مسئله که هستش اینه که وقتی که منافذ لیف بسته هستن یا کوچیک هستن،
وقتی که منافذ لیف کوچیک هستن درجه حرارت فرض کنید الان چند درجه هستش؟ مثلا 50 درجه هستش. توی درجه حرارت 50 این دندانه ها بعضیاشون شروع میکنن به چی؟ خارج شدن. چرا؟ چون که اختلاف غلظت الان طوریه که بیرون هیچی دندانه وجود نداره، داخل پر دندانه هستش. اینا شروع میکنن از جایی که غلظت زیاده خارج میشن میرن به جایی که غلظت کمه. خب شاید سوالتون این باشه خب نه توی این فاصله قبل اینکه اتفاق بیفته رنگزاها ممکنه بیان داخل و اینا رو چیکار کنن؟ نامحلول کنن، فیکس کنن، ثابت کنن. چون درجه حرارت 50 منافذ خوب باز نشده رنگزا میخواد داخل بشه اما این امکان براش وجود نداره. دندانه که کوچیکتر هستش اما امکان خارج شدن براش وجود داره. پس تو روش پیش دندانه به این صورت هست. حالا برعکسش رو در نظر بگیم. روش چی؟ پس دندانه. تو روش پس دندانه اول کیا رفتن داخل؟ رنگا رفتن داخل. من اینو کجا بذارم؟ این پایین فعلا. این روش چی هستش؟ میخوام توضیح بدم. روش پس دندانه. تو روش پس دندانه الان مولکول ها رنگ تو مرحله قبل که رنگ رزی بوده رفتن داخل لیف. درجه حرارت 50 درجه است. شروع کردیم یا 40 درجه است. شروع کردیم به چی؟ دندانه دار کردن. دندانه ها تو این درجه حرارت پایین میتونن برن داخل؟ بله. چون کوچیک‌تر هستن نسبت به رنگزاها. آیا رنگزاها میتونن خارج بشن؟ نه. پس تو درجه حرارت پایین قبل اینکه رنگ ها خارج بشن دندانه ها میرن داخل، با اینا چی میشن؟ ترکیب نامحلول میشن. حالا دما که میره بالا مثلا میرسه به 70 درجه یا میرسه به جوش، دما مثلا میشه 90 درجه. خب الان شد دما چند درجه؟ 90 درجه. تو 90 درجه چه اتفاقی میفته؟ این منافذ خیلی بزرگ شدن. خب اما چون قبلا دندانه ها رفتن داخل لیف دیگه این ترکیب نامحلول به وجود اومده و دیگه نمیتونن خارج بشن. سطح مقطع لیف رو نگاه کنید. این سطح مقطع یه لیفه. تو روش چی؟ تو سه تا روش رو میخوام با هم دیگه مقایسه کنم. سطح مقطع یعنی قطر لیف رو نگاه کنیم از بالا. دیدن که توی روش همزمان رنگزاها تا کجا رفتن داخل؟ تا اینجاها هستن. مغز لیف خالی مونده. اما توی روش پیش دندانه چی؟ توی روش پیش دندانه دوباره همین اتفاق افتاده. بازم مغز لیف خالی مونده. اما روش پس دندانه خیلی عالی بوده. یعنی تمام رنگزاها رفتن رسیدن به چی؟ مرکز لیف. یعنی از نظر ثبات روش پس دندانه بهتره. اما مشکل روش پس دندانه چیه؟ اینه که ما رنگ همانندی رو نمیتونیم خوب انجام بدیم. یعنی اول رنگزا رو میریزیم، تموم میشه تو مرحله بعد دندانه میریزیم. دیگه امکان تغییر رنگ رو از دست دادیم. اینو نمیدونم متوجه شدید؟ پس از نظر ثبات روش پس دندانه و بعدش میتونم بگم روش پیش دندانه و بعدش روش همزمان. خب دندانه ها، یه دونه دندانه داریم که بهش میگن زاج سفید. توضیحاتش رو میتونید بخونید. رایج‌ترین دندانه است. دندانه بعدی دندانه مس زاج سبزه که نمکش همون سولفات مسه. بدون رنگزا اگه استفاده بشه یه تهرنگ آبی میده. چرا تهرنگ آبی؟ چون خودش ببخشید بله تهرنگ آبی میده. حالا به نظر من بیشتر تهرنگ سبز هم میده، ولی حالا تهرنگ آبی میده. بله اگه لیفمون زرد باشه تهرنگ سبز میشه. اگه لیفمون سفید باشه، پشم خوبی باشه، حالا خوب که یعنی سفید باشه، اون وقت تهرنگ آبیشو بهتر میبینیم. بیشترم توی رنگرزی برای فام های سبز یا بنفش کمرنگ، بنفش کمرنگش با قرمزونه است، فام های سبزش با اونایی که زرد هستن، رنگزاهای زرد.
زیاد نباید استفاده بشه، الیاف و زبر رو خشن میکنه. دندانه آهن میشناسیمش، رنگ الیاف رو تیره میکنه، به سمت خاکستری میبره. باعث چی میشه؟ پوسیده شدن میشه. مقدارش باید کم باشه، خیلی هم استفاده نکنید. میگن فرشایی که توی موزه های مشهد هستش، چون توی مشهد خیلی از زاج سیاه استفاده میکردن، اون قسمت هایش که سیاه رنگ بوده پرزاش ریخته، پرز فرش. چرا؟ چون از زاج سیاه استفاده شده، زودتر از سایر قسمت ها پوسیده شده. یه دندونه دیگه ای داریم به نام کروم، که مشکل کروم چیه؟ اینه که سمی هستش، باعث حساسیت میتونه بشه، باعث آلودگی محیط زیست بشه. معمولا از دیکرومات سدیم یا دیکرومات پتاسیم باید استفاده کنیم. خود این دندونه رو توی آب حل میکنی، رنگش چی هستش؟ نارنجی هستش. یه دندونه دیگه داریم به نام دندونه قلب، خیلی فاما رو شفاف میکنه، خیلی قشنگ میکنه، یه حالت فسفوری میده، یه حالت درخشنده میده. اما مشکلش چیه؟ اینه که باعث کاهش شدید استحکام پشم میشه. یعنی دندون قلب که استفاده میکنیم خیلی استحکام پشم کم میشه و با قلب کار میکنی خیلی هم نتیجه رنگرزی نایک نواخت بشه. این تجربه ای که من به دست آوردم. تو این دندانه ها خب مسلما بهترینش و رایج‌ترینش زاج سفیده. بعدش حالا دندون آهن رو برای فاما خاکستری گاهن استفاده میکنیم، کروم رو استفاده نمیکنیم. مثل حالا اگه جایی لازم شد میتونید استفاده کنید. بله، و اگر خواستید خیلی خیلی کم در حد 0.2% مثلا به حمام بزنید، میشه استفاده کرد ازش. اما با زاج سفید چطوری دندانه دار کنیم؟ میایم پشم رو توی آب خیس میکنیم، آب خورش میکنیم به اصطلاح. خب بعدش دندانه دارش میکنیم، تو حمام دندانه میجوشونیمش. خب ببینید، چیزی که من به تجربه متوجه شدم اینه که برای دندانه دار کردن احتیاجی نیست الزاما درجه حرارت به جوش برسید. تو درجه حرارت ولرم حتی تا 70 درجه تا 70-80 درجه هم کالا دندانه دار میشه، چون که دندانه کوچیکه، منافذ لیفی مقداری باشه نفوذ پیدا میکنه. معمولا 5 الی 10% زاج سفید توی حمام میریزن توی LBR 40. خب بعد حمام رو چیکار میکنن؟ کالا رو توش دندانه دار میکنن. میگه بیشتر 5% سایر دندونه ها رو نریزید، مثلا زاج سیاه یا مس یا آهن، اینا رو بیشتر 5% نریزید. ولی برای زاج سفید 10 تا 10% هم میشه و بعضی حتی بیشتر از این هم دندانه توی حمام میریزن. آب توی حمام می نویسیم البار 40، ولی باید به اندازه باشه که کالا به راحتی تو پاتیل بتونه چی بشه؟ هم زده بشه. بچه تو دندانه دادن و رنگرزی خیلی کالا رو نباید پشم رو هم بزنیم وقتی که دما بالا هستش. اگه تو حمام دندونه دادن اسید بریزیم بهتر، دندانه توی آب حل میشه، یعنی سولفات مس میشه سولفات و مس. خب سولفات مس ببینید فرمولش چیه؟ این سولفات مس CuSO4 CuSO4 این سولفات مس وقتی که داخل حمام بریزیم باید تبدیل بشه به چی؟ Cu، حالا دوبار مثبت که نمی نویسم دوبار مثبتشو، یا بذار بنویسم میخواید، باید بشه Cu دوبار مثبت و چی؟ SO4 دوبار منفی. این اینطوری باید بشه توی حمام. میگه اگه محیط اسیدی باشه این اتفاق بیشتر میفته، اما اسیدی نباشه فقط به صورت CuSO4 توی آب حل میشه. اسید به این کمک میکنه، ولی به طور تجربی دیدیم که اسید هم نریزیم مشکلی پیش نمیاد. اسیدی هم که استفاده میکنید یه اسید عالی مثل اسید استیک، اسید اگزالیک، اینها هستش. 2 الی 5% اسید بیشتر لازم نیستش که چی بشه؟ استفاده بشه. خب اسیدهای قوی رو توی رنگرزی طبیعی استفاده نمی کنیم، مثل اسید سولفوریک، اسید کلوریدریک، اینها رو استفاده نمی کنیم. خب دما حمام حدود 30-40 میریزیم، دندانه رو میریزیم قبلش توی حمام حل بشه. بعد کالا رو میریزیم، حدود 30 دقیقه دما رو به جوش میرسونیم و 1 ساعت توی جوش میذاریم.
که حالا به طور تجربی بازم این چیزهایی که من از منابع مختلف جمع آوری کردم براتون اینجا آوردم. همون به طور تجربی روش کار به این صورتی که کالا رو میریزیم داخل حمام، زیر پاتیل رو روشن میکنیم و صبر میکنیم تا به جوش برسه. حمام که به جوش رسید پاتیل رو خاموش میکنیم. همین که پاتیل رو زیرش رو روشن کنید تا بخواد به جوش برسه معمولا خودش 1-2 ساعت طول میکشه. بعدش خاموش میکنیم، میذاریم تا آب دوباره چی بشه؟ ولرم بشه یا سرد بشه. خب وقتی که آب سرد شد کالا رو آب کشی میکنیم و تمام. حالا تو کارگاه رنگرزی بعضی از دوستان این آب کشی رو انجام هم ندادن و دیدن که مشکلی هم پیش نمیاد. میگه که وقتی که پیوند بین لیف و دندانه ایجاد میشه گرما آزاد میشه. پیوند بین چی؟ لیف و دندانه. یعنی چی؟ این الان لیفه. خب وقتی که این دندانه بیاد به لیف متصل بشه چی ازش آزاد میشه؟ گرما ازش چی میشه؟ آزاد میشه. گرما رو حالا با این فلش میکشم. گرما ازش چی شد؟ آزاد شد. دندانه به لیف متصل شد، گرما آزاد میشه. واکنش هایی که ازشون گرما آزاد میشه هرچی دما پایین تر باشه بیشتر پیشرفت میکنن. پس یه واکنش گرمازاد تو درجه حرارت پایین بیشتر پیشرفت میکنه. پس چرا درجه حرارت رو میبریم بالا؟ برای اینکه دندانه بتونه بره داخل لیف. اگه دندانه تو درجه حرارت پایین تر بره داخل لیف، واکنش دندانه به لیف هم بیشتر اتفاق میفته. ببینید رفتن دندانه داخل لیف یه بحثه، واکنش یا متصل شدن دندانه به لیف یه بحثه. رفتن دندانه به داخل لیف در درجه حرارت بالاتر بهتر اتفاق میفته. واکنش یا ایجاد پیوند بین دندانه و لیف تو درجه حرارت پایین‌تر. بنابراین بهتره که اول دما رو ببریم بالا، دندانه بره داخل لیف، بعد دما رو اجازه بدیم بیاد پایین تا دندانه به لیف واکنش بده و متصل بشه. خب پس تا سر مکانیزم رنگرزی فعلا صحبت کردم، جلوتر دیگه نمیرم چون فکر میکنم دیگه خیلی خسته کننده بشه. ما این قسمت بعدیمون یه مقداری سخته، بعدش دیگه همه چیز آسون میشه. یعنی ما تا صفحه 10مون یه مقداری الان میدونم ممکنه که سخت باشه، خیلی به شیمی و اینا ربط داشته باشه. بقیه چیزایی که دیگه قبلا همه رو تقریبا شنیدیم و کارمون راحت میشه. خب اگه سوالی دارید بپرسید، من در خدمتتون هستم. فرمودید که ببینید همون که نمیشه سرد شدن باعث زمان بیشتر بذاریم رنگ پررنگتر بشه. این سوالتون رو توی واتساپ برای من بذار وایس تو خانم. خانم سیستانه اگه واتساپ خانم مظفری رو حالا ما مشکلش رو حل میکنیم. حالا این جلسه نمیدونم چی بوده، ولی من همون لینک رو برای همه فرستادم و به همه هم اجازه دادم که بتونن وارد. خب اگه منظورت اینه که زمان بیشتری بذارید تا سرد بشه که خیلی عالیه. بله واسه همینه که تو روش‌های سنتی کالا رو میذاشتن بعد اینکه خاموش میکردن زیر پاتیل و شب میذاشتن تا فردا صبحش توی پاتیل بمونه. این خب بهتر میتونه باشه مسلما. هرچی آهسته تر زمان بیشتری کار کنیم خب ثبات بیشتر میشه، نتیجه کارم بهتر میشه. این وجود داره. سوالی دارید بچه ها؟ خواهش میکنم. پس هفته دیگه دوباره همین ساعت این کلاسمون رو انشالله ادامه میدیم. حالا من سعی میکنم ببینم تو هفته هم شاید بتونیم یه زمان دیگه با هم بذاریم، ولی الان این فایلم براتون میذارم توی گروه واتساپ PDF رو که همین جلسه رو نگاه کنید، هم خواستی جلسات جلوتر هم از الان میتونید یه نگاهی بهش بندازید. این فایل ضبط شده هم براتون توی واتساپ میذارم.